تا حالا دوست دختر نداشتم و من کل شهر رو آباد کردم و من دارم میگیرمش. باورتون میشه وقتی دبیرستانی بودیم عشق منو رد میکرد؟ آره اون موقع دنبال پسرای جذاب بودم ولی الان معیارم عوض شده. ولی دیگه دوراشو زده و خسته شده. عشقم راستی امروز ایکس تو دیدم. کی محمد؟ نه حسن؟ نه. حسین؟ نه. علی؟ نه. مرتضی؟ نه. مجتبی؟ نه. مهدی؟ نه. سامان؟ نه. ساسان؟ نه امیر. امیر ماشاءالله گنده موندم بود. من کل عمرمو پارتی و اشغال کردم ولی الان دیگه خسته شدم، دیگه سن ازدواج رسیده. کل زندگیمو تلاش کردم که بتونم یه زندگی خیلی خوب برای همسر آینده‌ام درست کنم. عالیه، چون خیلی دیگه سخت بود که از این خونه به اون خونه، از این به اون، میدونی دیگه سخت شده بود. خدا رو شکر. بهترین قسمت دوستی باهاش اینه که وقتی میریم بیرون همه میشناسنش، معروفه. یادمه. عزیزم چقدر خوبه که همه تو رو میشناسن. من فردا میام عزیزم. باشه عزیزم فقط دیگه نکن. چقدر مردمیه، دوستش دارن.